سلام بر بکسی دوست داشتنی، حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب باشید. امروز براتون چند تا ماژول یا فایل جدید برای برنامه مجیسک آوردیم که بدون روت کردن میتونید از این فایل استفاده کنید و گوشیتون رو حالت پرفورمنس بذارید و لذت ببرید. قبل از هر چیزی ازتون میخوام که این پست رو لایک کنید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله بالا رو بزنید که اولین نفری باشید که ویدیو جدید ما رو میبینه. دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، بریم سراغ ویدیو. قبل از هر چیزی فایلی که براتون داخل کانال تلگرام گذاشتم رو دانلود و ذخیره میکنید و از طریق برنامه ایزدارچیور اونو استخراجش میکنید. پسورد فایل رو هم داخل کانال تلگرام براتون گذاشتم. بعد از اینکه استخراج کردید وارد پوشه میشیم. داخل این پوشه فایل نصبی برنامه مجیسک هم براتون قرار دادم که خیلی راحت میتونید از همینجا نصب کنید و ازش استفاده کنید. برای شروع کار فقط کافیه که روی فایل محل ذخیره تکست ضربه بزنید و با هر برنامه‌ای که دوست داشتید اونو بازش کنید. صبر می‌کنیم تا برنامه برامون لود شه. بعد از اینکه لود شد فقط کافیه که یه ضربه روی صفحه بزنید و متنی که اول صفحه هست یا همون خط اول رو کامل کپیش کنید. بعد از اینکه متن رو کپی کردید وارد برنامه مجیسک میشید و از بالا سمت چپ روی عقربه ضربه میزنید و روی مسیر دانلود ضربه میزنید. اینجا متنی که کپی کردید رو پیست میکنید. من قبلا کپی کرده بودم ولی اشکال نداره، دوباره پاک میکنم و پیست میکنم. تایید رو میزنید، از تنظیمات میایم بیرون و روی نصب ضربه میزنید. اینجا این تیک رو روشن میکنید، روی بعدی ضربه میزنید و بعد هم روی گزینه یک فایل انتخاب کنید ضربه میزنید. اینجا فایلی که داخل کانال تلگرام گذاشتم براتون و استخراجش کردین رو باید پیداش کنید. بعد از اینکه فایل رو پیدا کردید روی فایل FPS بوستر ضربه میزنید. بعد روی گزینه بزن بریم ضربه میزنید و صبر میکنید تا برنامه کامل کارش رو انجام بده. موقعی که فایل داره براتون نصب میشه به هیچ وجه یادتون باشه که از داخل برنامه بیرون نیاین، فقط کافیه که یکم منتظر بمونید تا برنامه فایل رو براتون نصب کنه. بعد از اینکه برنامه کارش رو انجام داد یه همچین متنی براتون مینویسه. فقط کافیه که روی ذخیره ضربه بزنید و بیاین بیرون و فایل بعدی رو انتخاب کنید. دوباره همون مراحل رو طی می‌کنیم. فقط این دفعه تنها فرقی که میکنه به جای فایل FPS بوستر فایل آنلاک رد ماجیک رو انتخاب میکنیم و بزن بریم و میزنیم. دوباره صبر میکنیم تا برنامه کارش رو انجام بده. دوباره همونطور که می‌بینید یه همچین متنی براتون می‌نویسه. فقط یادتون باشه که حتما روی گزینه سمت چپ بالا ضربه بزنید یا همون ذخیره. به همین راحتی کارمون داخل برنامه مجیسک تموم میشه. فقط کافیه که یک بار گوشیتون رو خاموش روشن یا همون ریستارت کنید تا تغییرات براتون اعمال بشه. برای غیر فعال کردن فایل هم فقط کافیه که برنامه مجیسک رو یک بار کلیر دیتا کنید و گوشیتون رو ریستارت یا همون خاموش روشن کنید. به همین راحتی فایل براتون غیر فعال میشه. بعد از اینکه استفاده کردید واقعا ممنون میشم که نظرتون رو داخل کامنت ها برامون بنویسید و بگید که واقعا براتون تأثیری داشته یا نه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. خدا نگهدار.